بیماری سیریتی کرونا ویروس یا خود کووید-19 مشکلاتی است که همچون وبای عصر اهل جامعه را نگران کرده است. طبق سفارش رهبری دولت و حکومت با مقصد پیشگیری این بیماری چاره‌بینی‌های مقصدناک پیشگیری کننده پیوسته ادامه دارند. اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری کرونا ویروس در یک قطار کوچه و خیابان‌های شهر پنجکین تدبیرهای بی‌ضررگردانی عملی کرده شد. از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی و کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر جایهای جمع‌شوی آدمان یعنی ایستگاه‌های نقلیاتی، مرکزهای سودا و بازار، کوچه و خیابان، موضع‌های فراغتی و غیره با محلول خلور بی‌ضرر گردانیده شد. این تدبیرها تا پور انجام یافتن پنجشنبه بیماری سیریتی کووید-19 در حدود شهر ادامه خواهد یافت. پس ما را نیز می‌باید بهر پیشگیری این وبای عصر سهم گذار باشیم. از همه مهم از روی رژه نقابی عملی نموده و خانه و محل خود را تازه نگاه داریم، زیرا سبب اساسی پنجشنبه ویروس این افلاسی ها می باشد. پس به تازگی و گیگین شخصی رعایت نموده و خود و اطرافیان خویش را از گرفتار شوی به بیماری های سیریتی از جمله بیماری سیریتی کرونا ویروس کووید-19 امین نگاه داریم. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.